سلام رفقا، اومدم با یه شعر از فاضل نظری. لطفا کانال رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک بکنید تا به بیشتر دیدن این ویدیو کمک کنید. بریم با شعر همراه باشیم ببینیم چی گفته آقای فاضل نظری. به رویم باز کن میخانه چشمی که بستی را، به رویم باز کن میخانه چشمی که بستی را. زرندی مثل من پنهان نباید کرد مستی را. نمی آید به چشمم هیچ کس غیر از تو، این یعنی نمی آید به چشمم هیچ کس غیر از تو، این یعنی به لطف عشق تمرین می کنم یکتا پرستی را. شکوه آبشاران با غرور کوهساران گفت، فرو افتادن ما آبرو بخشید پستی را. در این بازار بی رونق من آن ساعت شدم محتاج که با ثروت عوض کردم غنای تنگ دستی را. به تن تبعید شد روح عدم پیمای من، ای عمر بگو بر شانه باید برد تا کی بار هستی را. بگو بر شانه باید برد تا کی بار هستی را. فاضل نظری.